سلام خدمت همه شما عزیزان به کانال یوتیوب امیر شعبده باز خوش اومدید. خیلی مخلصیم. اولین ویدیو بنده است، امیدوارم که حمایت کنید. من هم یک آموزش بسیار خفن و درجه 1 برای شما در نظر گرفتم، امیدوارم که خوشتون بیاد. خب فیلم رو طولانی نکنیم، بریم برای توضیح این شعبده باز. من ابتدا یک بار انجام میدم و در مرحله بعد به شما آموزش خواهم داد. خب شعبده بازی که داریم، میایم به شخص مد نظرم میگیم یکی انتخاب کنم. مثلا میاد شیشه گیشنیز رو انتخاب میکنه، مثلا من ندیدم ولی شما میخوام ببینید. اینو میذارم اینجا، انتخاب میکنم، به این صورت قرار میدم، باش بار میزنم که مطمئن بشم. کار انجام میدم که خیالش راحت بشه. خب ازش میپرسم این بود، خب مسلما میگه نه. میپرسم این بود، میگه نه. این کار تو 5 ورق انجام میدم. میپرسم این بود، میگه خب دستم میذارم کنار. دوباره میپرسم این بود، میگه نه. این چی و این. خب ورق‌ها رو میشمارم 1 2 3 4 5. خیلی خوب، 1 2 3. همونطور که ملاحظه کردید خیلی راحت و خفن من شیشتوگیشی که انتخاب کرده بود و ظرف کمتر از 1 دقیقه واسش پیدا کردم. خب امیدوارم که خوشتون اومده باشه. بریم برای آموزش این شعبده بازی بسیار خفن که یکی از شعبده بازی مورد علاقه خودم هم هست. خب بریم برای آموزش این شعبده بازی خفن. خیلی خوب، از حریفمون میخوایم که یکی از ورق‌ها رو برامون بکشه بیرون. قبلش هم براش بر میزنیم که هیچ حدس و گمانی باقی نمونه. میگیم یکیشو انتخاب کن، میخواد اینجوری انتخاب کنه، میخواد اینجوری انتخاب کنه، هر جور که خودش مایله. باز میکنیم، مثلا میگه چی؟ مثلا میگه اینو میخوام. یادتون باشه مثلا من نباید ببینم ولی شما ببینید. شیشه خشت. خب اینو اینجوری میذاریم، اینو میذاریم بین دست، به این صورت، و بقیه ورق‌ها اینجا. اینا خول میدیم به سمت پایین ولی مایل. ببینید اینجاشو ببینید، به این صورت و با انگشت کوچیک اینو میگیریم. درست شد؟ به این صورت میگیریم و میایم به 3 بخش تقسیم میکنیم، 1 2 و 3. که چی بشه؟ که این 6 دو بیاد رو. ما خودمون میدونیم ولی حریف نمیدونیم. حالا یه بر میزنیم که این 6 دو بیاد ته. بهش هم میگیم بر دارم برات میزنم که دیگه هیچ حدس و گمانی واسط نمونه. یه جورایی میخوایم ذهنشو پرت کنیم. بر زدن هم که با این 3 تا انگشت ما بکشیم به سمت پایین. پس 6 تا میدونیم رفته ته ولی حریفمون نمیدونه. حالا به اندازه 3 ورق بر میزنیم. ببینید 1 2 3 گذاشتیم ته. حالا ته فرق کرد. حالا میریم از حریفمون میپرسیم این بود، مسلما میگه نه. میذاریم اینجا یکی و یکی از ته میذاریم روی ورق. دوباره میگیم این بود، میگه نه. حالا این سری اینو میگیریم و این زیری رو میذاریم، میگیریم جوری که نفهمه. بعد خیلی فرض این کار انجام میگیم این بود، میگه نه. به اندازه 5 ورق این کار رو انجام میگیم این بود، میگه نه و نمیذاریم. این دست رو میذاریم کنار.
مثلا میگیم مگه میشه، یه بار دیگه ازت میپرسم مطمئنی، هی ذهنش رو پرت میکنه. دوباره میگیم این بود، میگه نه. حالا این سری میایم توی مرحله اول همون کار انجام میدیم. این ورق رو نگه میداریم آخری ها، این بالایش خیلی فرس میذاریم اینجا و اینو میگیریم که ما میدونیم همون چیه، همون ورق مد نظرمونه ولی اون ندیدم. دوباره میگیم این بود، میگه نه. یکی میذاریم اینجا، یکی میذاریم روی دست. یکی این بود، یکی میذاریم اینجا، یکی میذاریم روی این دست. میگیم این بود، میگه نه. دوباره یکی اینجا، یکی که هیچی دیگه. حالا میشماریم، میگیم 1 2 3 4 5. میگیریم اینا رو دست قشنگ میکنیم، میذاریم به این صورت. با وسط این دو دست، وسط این دو تا انگشت میگیریم، خیلی قشنگ یک دستش بکنیم. نه زیاد ضربه که محکم بخواد پرتش کنه، نه ضربه آروم که چیزی ازش اصلا تکون نخوره. پس یه ضربه خیلی متوسط آروم میزنیم به این گوشه. 1 2 3. خیلی راحت همون ورقی که انتخاب کرده بود رو ما انجام دادیم. امیدوارم که خوشت اومده باشه از این آموزش. امیدوارم که لایک و سابسکرایب رو انجام بدین تا ایشالا اگه حمایت کرده میریم برای آموزش های خفن. دوستتون دارم. یا